27 اکتبر سال 2022 در فدراسیون فوتبال تاجیکستان تحت ریاست طاهر نورزاده جلسه نوبتی کمیته نظارت انتظامی برگزار گردید که در آن قانون‌شکنی ها در جریان بازی های لیگ فوتبال تاجیکستان روی داده. دقیق‌ترش مسئله زنوزنی در بازی بین دسته های دینامو و کوکتاش بررسی شدند. هر دو دسته در لیگ یکم بازی میکنند. کمیته در پی بررسی چنین قرارها را قبول کرد. برای ویران کردن ماده 7 بند 24 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم دینامو کوکتاش، بازیگر تیم کوکتاش خالمراد نظرف بنابر برقصدانه زدن عریف از حق 3 بازی محروم و به مبلغ 250 سومانی جریمه بسته شد. برای ویران کردن ماده 7 بندهای 19 و 28 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال در بازی چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم دینامو کوکتاش، بازیگر دسته دینامو مهربان عبدالرؤوف بنا به گفتن سخنهای قبیح و کوشش فشار جسمانی رسانیدن به مسئولان بازی از 4 واخری محروم و 250 سومانی جریمه بسته شد. برای رعایت نکردن ماده 7 بند 28 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال در بازی چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم دینامو کوکتاش، بازیگر دسته دینامو صادق قربانوف بنا به رسانیدن فشار جسمانی به مسئولان واخری از حق اشتراک در 3 بازی محروم و 250 سومانی جریمه بسته شد. قبلا روز 25 اکتبر تحت ریاست طاهر نورزاده جلسه نوبتی کمیته نظارت انتظامی برگزار گردید که در آن قانون‌شکنی‌ها در جریان بازی‌های لیگ فوتبال تاجیکستان رخ داده بررسی شدند. برای ویران کردن ماده 7 بند 17 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی چمپیونات تاجیکستان سال 2022 بین دسته‌های لیگ عالی خوجند اسخاته، بازیگر دسته اسخاته دلشادجان کریموف بنابر استفاده سخنهای تحقیرآمیز یا قبیح و اجرای ایما و اشاره تحقیرآمیز نسبت به رقیب از 2 بازی محروم و به مبلغ 250 سومانی جریمه بسته شد. برای رعایت کردن طلبات ماده 6 بند 2 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال در بازی چمپیونات تاجیکستان سال 2022 بین دسته های لیگ عالی خوجند اسخاته، دیرکتور دسته اسخاته جمشید حسینوف بنابر تغییر هیئت داوران از حق شرکت از 3 بازی محروم و به مبلغ 1000 سومانی جریمه بسته شد. برای ویران کردن ماده 7 بند 17 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال در بازی چمپیونات تاجیکستان در سال 2022 بین دسته های لیگ عالی رفشن کولاب و خطلان، بازیگر تیم رفشن محمد علی عزیزبای برقصدانه زدن رقیب از 3 بازی محروم و 500 سومانی جریمه کرده شد.